های everybody، سلام بچه، حالتون چطوره؟ سجاد متریسک هستم. بازم خوش اومدید به این بار پارت دوم بازی فوق‌العاده ترسناک The Conjuring House. ببخشید که من آروم حرف میزنم، مجبورم چون دیر وقت شبه و اصلا این بازی عشقش اینه که تو شب بره. پشت سرم الان شما دیگه گیمو نمیبینید به خاطر اینکه پارت یک و اونایی که دیده باشن میدونن چرا. از همه اول دق داد ما رو. برو بریم شروعش کنیم. خب بعد از اینکه سیو نشد بازی و ما مجبور شدیم دوباره از اول بیایم تا این شمع رو که دیگه آخرای پارت یادتون هست. تو این اتاقه یه چیزی الان دیدم، داشتم نگاه میکردم، گوشه که تاریک بود کو که لاک پسورد. اون زن مرموزی که همه در موردش صحبت میکنن اینجا بوده. اون شیطانه. Something terrible will happen. یه اتفاق بدی قرار بیفته. We must leave the place as soon as possible. باید هر چقدر میتونیم سریعتر این خونه ها رو ترکش کنیم. به هر حال پسورد میخواد. خدایا این همه چی پسوردی شد که. حالا کجا بریم؟ نه مپ داره این چیزه لامصب. اینجا راه مخفی نداره. وای صدای چی؟ با موش بودن. منو چرا میترسونه الکه؟ یه موش چجوری در رو البته باز کردن؟ کسی به نظر میاد نباشه. یه لحظه من یه سر آب بخورم. ببین باید این هنسفری رو تو گوشتون باشه تا بفهمید من چی دارم میکشم. الان بچه اوه تو این اتاقای جادویی مادویی داریم میریم. الانه که ترسم بریزن سرمون. اینجا دره رو ببند. خب اینجا ما باید یه چیزی پیدا کنیم. بلکه ای والله سیو کردیم. این دفتر برای سیوه. مرسی. خب دیگه مشکل سیومونم حل شد. ببین من یه نکته بگم تا اینجا امنیم. حس میکنم اینجا جامون امنه. این چیه؟ وای وای وای. ببین اصلا هیچ نقطه امنی تو بازی نیست. اینو دیدیم ما؟ خب یه چیزی اینجا من دارم میبینم ولی بر نمیداره اینو. اوکیه. خب بله تنها راهی که مونده و من حس میکنم باید بریم اینجاست. اما سعی میکنیم بخزیم که خدایا هر دری وانه بشه من خوشحال میشم. نمیدونم چرا. اینایی که این پایینه چیه؟ سب راه مخفی نیست. بودو خب هیچی نبود. نگید که باید بره. زنه است. وای برم.
خدای منو نبینه، نبینه منو خدای. خدای شکرت. من حرف نمیزنم شما که نمیترسید. واقعا نمیتونم اصلا حرف بزنم. لعنتی الان صندلیه رو کشیدی توت. او عروسکه چی میگه داستان؟ وای اینجا جدیده؟ یه جورش جدید به نظر میاد. نه عروسکه خیلی بد نشسته اینجا. خب حس میکنم این پارت هم همینجا تمومش کنیم، چون که خبری نیست. آره دیگه فایده نداره، باستی این پارت رو همینجا تموم میکنیم. امیدوارم که لذت برده باشید. تا پارت بعد میبینمتون.